ماه رمضان چی اهمیت دارد. باز یک سال دیگر از این بین می‌گذرد و ما به ماه مبارک رمضان نزدیک شده ایم. بسیاری از دوستان و نزدیکان که سال گذشته در رمضان در صف نماز در پهلوی ما و در سر دسترخوان همراه ما با هم افطار میکردیم، امروز دیگر در بین ما نیستند. متاسفانه آنها فرصت نداشتند که باز یک ماه رمضان را درک کنند. امیدوارم که در رحمت الهی قرار دارند. اما خداوند باز بر ما لطف نمود، باز بر بالای ما و شما رحمت خود را سرشار ریزاند و چند روزی دیگر با رمضان مانده است. از خداوند دعا میکنیم که ما و شما را بر این ماه پرفیض و پربرکت و رحمت و مغفرت و آزادی از عذاب دوزخ برساند و ما را توفیق بدهد که در این ماه همان طوری که خداوند خودش میخواهد طاعت عبادت بکنیم و از این ماه بهره‌مند شویم. هر یک مسلمان میداند که ماه رمضان سرشار از فضیلت و برکت است. این حقیقت را بارها از آیات‌های قرآن و حدیث‌های پیامبر صلی الله علیه و سلم و راهنمایی صحابه ها و تابعین و علمای دین شنیده ایم. موافق فرموده الله متعال در سوره الذاریات که می‌فرماید یادرس کن یا خاطر رسان کن، به یاد بیاور، زیرا یادآوری به مؤمنان سود میبخشد. از این رو پیش از اینکه به ماه مبارک رمضان وارد شویم لازم است که بار دیگر اهمیت و فضیلت و برکت و رحمت و مغفرت این ماه را روزانه بر نفسهای فراموشکارمان دوباره خاطر رسان بکنیم و قلبی که همیشه با احیای ایمان نیاز دارد آن را خاطر رسان بکنیم تا که زنده و پرقوت شود. سلامت باشید دوستان عزیز، تا پیام بعدی در امن و امان الله متعال باشید و تمام ما و شما را خداوند به ماه مبارک رمضان برساند و این ماه را مورد طاعت و عبادت قرار بدهیم. خداوند توفیقمان دهد که از این ماه بهره‌مند شویم. دوست عزیز، این پیام را شنیده انتشار این پیام و دیگران رسانیدن این پیام ثواب و ثمره آن بر خود شما می آید و دیگران بفرستید تا در ثواب و ثمره آنها نیز شریک شوید. سلامت باشید.